سلام به برعکس دوست داشتنی، خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدیدمون. داخل این ویدیو قراره بریم پوشکاپ با یه دک جدید که به نسبت دک خوبیه و لول کارتا هم داخلش بالاست دیگه. با همین میخوایم بریم رنگ کاپ کنیم دیگه، کاپمون رو برسونیم به 3800 و منطقه جدید. اوکی، من یه ذره با این بازی کردم، 3 تا کارت لژندری هم گرفتیم که اینفرنو دراگ و لیتل پرنسس با ایویز. بدون معطلی بریم سراغ مچ اول. خب چه کارتاییه واسه اول کار آخه؟ یه ایویز از ته بازی میکنم. پرنسس هم اینور. خب تاورش چی میگم؟ تاور آره دیگه، کنانش اگه بره عالی میشه. کنانشو با این میگیریم. برو بچسب. ای یه پکاتر بازی میکنیم. نه اوضاع خیت شد داره. اونو انداختم که فقط یه فرصتی بشه این پکای بیاد برسه اینا رو بزنه. خب به فنا رفت اینور، اشکال نداره. الان یه اتکی میدیم که میشه میبره کل اینا رو. پرنسس و جلاد قشنگ بهترین ساپورت ممکنه الان برای چیز. یه پرنس میگیره، البته گارد داره میگیره پرنسو، ولی اگه بچسبه چه حالی بده. وای خیلی بد شد، نشد. یه کنان اینجا بریم. بابا اون مینی پکا رو بزن داداش. چی بود؟ اون برزرکر بچسبه حداقل 4 تا دمیج بزنه. خب یه دونه پکا از اینجا میندازیم. جلاد اولوشن. پرینس. خب پرنسس، ایویز. همینجوری هی کارتا رو اسپم میدید و تمام دیگه. تمامه دیگه، وینو گرفتیم. خب اشکال نداره. یه جلاد دیگه هم این گوشه بازی میکنیم. یه ذره خطری شد. خب تمام این از آوردیم پایین تا برشو. این مچه اول یه ببینید دیگه، دکیه که تو اکسیر 2 برابر خودشون نشون میده. اکثرا دکای سنگین داخل همین اکسیر 2 برابرن که یه خودی از خودشون نشون میدن. بریم یه چست لژندری هم باز بکنیم. چی توشه؟ ماینر بنازم. یس، ماینر رو خیلی نیاز داشتم. البته برای یکی دکمون که بالون سایکله که ازش هم ویدیو میذارم بعدن، من گابلین برل رو به شخص بیشتر دوست دارم، ولی خب ماینر هم کارت اصلیشه دیگه، بالاخره باید داشته باشیم. کجاست ماینر؟ بیایم یه رنگ کاپ یه لول اپ بدیم بهش. بیا تمام، بریم برای مچ بعدی. خب جلاد کنان ایزی میگیریم. یه پرنسس این ور میندازیم، جمع میکنه اینا رو. خب برزرکر هم بندازیم، خیلی
اصلا بد انداختم مهم نی. یه پرینس، یه بربریان برل. خب چسبون اون دیگه تاور رو میاره پایین راحت. اوکی یه دونه تاورش رفت به همین سادگی، انقدر که این پرینس بافه. یه جلاد از ته، جلاد اِوولوشن هم که دیگه اصلا کلا نرفش کردن. شاید مثلا من ویزاردو بذارم دیگه، فقط ویزارد یه لول پایین تره، بخاطر همین استفادهش نکردم، وگرنه به نظرم بهتر از جلاد میتونه عمل کنه، مخصوصا اِوولوشنش که خیلی قویه، خودش هم که کارت فول بافه و بهتره. اگه شما ویزاردتون لول بالاتری داره ترجیحاً ویزاردو استفاده بکنید. یه پرینس. بابا این اسکلتا چی هن؟ برو بچسب تاور. ای نشد، نچسبید ولی اشکالی نداره. خب یه جلاد، خب یه برزرکر اینجا میریم، یه ایوی زا این ور میریم دیگه. ایه جاوت کلا اسپم میدیم دیگه همه کارتا رو، فرق نمیکنه چی باشه، فقط بندازید دیگه. ایه جاوت کارتا رو فقط بندازید. یه پرینس، جلاد اِوولوشن، یه بربریان برل، تموم. خب یه پکا هم میتونیم بازی کنیم الان. بیا این پرینس، تمام. ایزی وین، به ایزی ترین شکل ممکن ما وین رو گرفتیم و تمام دیگه. اگه شما هم خواستید از این دک حتما استفاده بکنید و نهایت بهره رو بگیرید از این دک قویه. بریم یه مچ دیگه وین بگیریم، منطقه بعدی رو آنلاک میکنیم. خب حریفمون هم چیز خریده، رویال پس رو گرفته. یه نه الکترو ویزارد، یه کنون این گوشه میندازیم. خب یه ذره اوضاع خیته، مثل این که پکا رو از ته بندازیم. جلادم دستمون باشه فعلا. اوکی نه اینجا اصلا به کار نمیاد دیگه جلاد فعلا. خب خب پرینسس رو از این ته میندازیم برای کاور پکا، که پکا رو دیگه زدن ترکوندن دیگه. کنون رو بازی نمی کنم، ترجیحاً از جلاد استفاده میکنم، جلاد بهتره. اکسیر کم داریم دیگه، بعد یه برزرکر بزن بندازیم. عشقی میندازم برزرکر رو. خب میبینید دیگه جلاد ضد این کارت هاست، راحت میتونه اینا رو بزنه. خب این از خب پکا بیا. پرینسس رو ترجیحاً همین الان بندازیم. پرینسس خودش هم دیگه به تاور دمیج میزنه دیگه. نه گرفت، پرینسس همونو گرفت.
بابا حاجی بیخیال ناموسن. یعنی نباید میومد رو تاور. خب جلاد اینا رو پاره میکنه الان. ما یه پیکان نیاز داریم اینجا. خب بزن بکشونو. جلاد بربریم برل. اوکی اشکال نداره. این مچو فکر کنم لوز دادیم. خب اوکی اشکال نداره. هیچ اشکالی نداره. یه دستو باختیم اشکال اصلا نداره. برمیگردیم. پرنسس یا با پیکا خیلی خوب نمیتونه مچ بشه. خیلی آخه کند شده دیگه حرکاتش. قبلا انقدر کند نبود. یه جلاد بندازیم این سمت. خوبه زدشیم تا دست زدشیم. یه پرینس. یه الکترو ویزارد و چسبون به تاور. بنازم تاور ایزی آوردیم پایین. او نه فعلا هنوز نیاوردیم پایین، ولی حریف دیگه رو به موته دیگه. اوکی دیگه بریم تو فاز دفاع. پیکا و جلاد اِوولوشن. ببینیم چی میشه. آهان بنازم. اینجا باید بازی میکنی همچین کارتی. آفرین. این میگانایت اگه به منم بده عالی میشه. من ترجیحش میدم به پکا. واقعا تو ترکیبم به پکا ترجیحش میدم، چون پکا پلیر خوبی نیستم. کلا پکا پلیر نیستم من، ولی با مگانایت میتونم خیلی خوب بازی کنم. یه پرنسس. خب جلاد اِوولوشنمون نمیره فقط. آفرین. پرینس رو بندازیم. نه نمیشه، هیچ کاری نمیشه کرد. من کنانمو اینجا پیاده کنم. یه دونه الکترو ویزارد. باریکلا. جلاد. خب یه کار سریع اینجا بندازید. یه دونه پرینس. ترکیبمون رویاییه به خدا. همه رو داریم میزنیم. بریم تمام شد. یه جلاد اِوولوشن هم میندازیم. چاشنیه کار. داداش ول کن، دفاع نکن، باختی برادر من. میبینید یهو یه اتک این شکلی میزنیم جمع میکنیم یارو رو. خیلی این دک از این لحاظ خوبه. بریم واسه منطقه بعدی. بابا هی باید حریفای پولدار به ما بخوره. به خدا من واقعا پولشو ندارم که بخوام خرج کنم سر بازی و رویال پس و اینا بخرم. داشتم منم خرج میکردم واقعا. هم که کلن با این کارت کار میکنن. کاری کرده.
برزرکر. پرنسس دیگه میچست به تاور دیگه. من از قصد انداختم که تاور رو بزنه. یک کانون. ایویز راحت آرژی رو دفاع میکنه. یه شاتو میزنه ولی به شات دوم دیگه نمیرسه. خب ایزی. مچ سختی، چون رونین داره قشنگ دشمن کارتای سنگین دستشه دیگه. بابا بیخیال. پیکا بدترین چیزی بود که الان اومدی. بابا نکن این کارو. من یه کنون اینجا هم بازی میکنم. بربری هم بررم اینجا میندازیم که ویچو راحت دفاع کنه دیگه. خب نه نتونست خیلی راحت دفاع کنه. ویچو بنداز. خب من پکا بازی کنم میخواد رونین بیاد دیگه، این مشخصه دیگه. ولی خب دیگه مجبوریم بازی کنیم. یه جلاد، یه ایویز، کلن جهتشو تغییر میدیم. اوکی اشکال نداره. الان یه اتک تمیز میزنیم. بریم. شست برد همه اینا رو. تو رو خدا کارت مارت ننداز بزنمت. این خیالو و نه. خب من اینو با پرینس میگیرم. هیچ جای دنیای همچین چیزی وجود نداره. فقط من با پرینس اینو میگیرم. یه برزرکر و یه جلاد اینو جمع میکنم راحت. یه کنون هم بازی میکنیم. سریعا میتونیم دفاع هم بکنیم کلن اتکاشو، یا اینکه حمله بکنیم دیگه. یه ایویز من بیام دیگه. اتک هر کسی که نمیتونی بگیری جلوشو. یه جلاد. 1 دقیقه باید داخل این میدون نبرد دووم بیاریم. خب یه کنون بنازم، یه جلاد، ایزی جمع میکنم. بیا یه دونه ایویزم میایم حمله هم میکنیم اذیتش کنیم بذاره. یه جلاد، یه دونه بربریم برل، الکترو ویزارد، پرینسس البته باید پشت بیای دیگه ولی تمامه. تمام. و رفتیم برای منطقه بعدی. اوکی
دوستان اینم بود از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه، امیدوارم لذت برده باشید. میبینمتون تا پارتای بعدی. فعلا خدافظ.